اینم واجبه گفتنش که خیلی‌ها میگن دیدی تو ونزوئلا اومد ربایش کرد برد. آقا همین طرحو تو ایران هم داشتن، تو همین جنگ بچهای وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی، من دیدم وسایل و زندگی و تشکیلاتش که دارم میگم همین طرحو داشتن. دو تابعیتیا از خیلی قبلش اومده بودن نشسته بودن توی یه جایی 100 کیلومتر 200 کیلومتری تهرون. یارو نجار بود حرفه‌ای، از آلمان بلند شده اومده اینجا، دم و دستگاهاش هم درجه یک به اسم مبسازی و نجاری و اینا. چند تا محفظه چوبی درست کرده بودن برای ربایش. خب 3 تا محفظه بود. قرار بود اینا تیم پشتیبانی بودن، بیا نگاه کن چه تسلیحاتی و دوربینای دید در شب درجه یکی و همه چی رو به عنوان تیم پشتیبانی مهیا کرده بودن. قرار بود از بیرون با هوابرد چند تا تیم از این بلک آپس بیاد، اسرائیلی آمریکایی، تیم های عملیات ویژه بیاد تو برای ربایش. چنان رو دستی خوردن، یعنی چنان وضعیتی براشون پیش آمد، کل گروه پشتیبانیشون دستگیر شد با تجهیزات با همه چیز که اصلا هوابرد جرأت نکردن بیان. قدیمترش که تبس رو داشتیم ولی این یکی اصلا جرأت نکردن. این وسط جنگ بود. اینجا که بله، اینجا که همون روزای اول. ببین اینا اصلا کاری که با ما کردن و شکست خوردن با ونزوئلا یه بخشش کردن. عملیات شاکن یعنی عملیات شوکه کن و منفعل کن. بیا یه سریو بزن منفعل کن، بعد جارو کن ببر، بعد بدوز. الان امروزم چند جا رو زد، شوکهشون کرد، رفت مادورو رو برداشت آورد. فکر کردید این کارا رو با ما نمیخواسته بکنه؟ خواسته و نتونسته، نمیتونه. بعد هم در چارچوب راهبردش نیست. توضیح دادم بهتون در مقدورات وقت که اصلا خواسته آمریکایی یه چیز دیگه است. اگه قرار بود از این کارو بکنه که خب 6 ماه پیش جنگ داشتیم میکرد. فقط ما بعد یادمون باشه دنیاییه که من بارها گفتم تو برنامه شما هم 1-2 سال پیش گفتم جابجایی قدرته. هر کسی باید کلا خودشو بچسبه. اگر باید تو توانمند و قدرتمند باشی، این الزامات داره. الزامات اقتصادی برای جامعه داره، الزامات توانبخشی به نیروهای نظامی به لحاظ معیشتی به لحاظ همه چیز داره، الزامات علمی داره. شما جنگ بعدی که میگم جنگ تکنولوژیه، جنگ هوش مصنوعیه، جنگ ماهواره‌های نظامیته، جنگ سایبریه، جنگ لیزره. تو این حوزه ها باید وسیع سرمایه گذاری کنی، از نون شب واجب تره. پیشرفت علمی سریع باید بدی.